در این ویدیو نگاهی میاندازیم به بودجه نظامی 11 کشور قدرتمند جهان در سال 2024. صدرنشین این لیست ایالات متحده آمریکاست با بودجه عظیم نزدیک به 880 میلیارد دلار. در رتبه دوم چین با 290 میلیارد دلار قرار دارد. روسیه با حدود 109 میلیارد دلار سومین کشور پرخرج نظامی دنیاست. ایران با بودجه‌ای حدود 10 میلیارد دلار در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارد، اما همچنان یکی از بازیگران مهم منطقه‌ای به شمار می‌رود. این بار نگاهی داریم به تعداد تانک‌های فعال در ارتش کشورها. روسیه با بیش از 12500 تانک در صدر جدول قرار دارد. آمریکا، چین و ایران نیز تعداد قابل توجهی تانک در اختیار دارند. ایران با 4000 تانک از نظر کمی در جایگاه نسبتاً بالایی قرار می‌گیرد. قدرت هوایی یکی از کلیدی ترین عناصر در توان نظامی است. آمریکا با بیش از 13200 جنگنده برتری مطلق در آسمان دارد. چین، روسیه و هند در رتبه‌های بعدی قرار دارند. ایران با حدود 350 جنگنده هنوز فاصله زیادی با ابرقدرت‌ها دارد. از نظر تعداد پرسنل نظامی فعال، چین با 2 میلیون سرباز در صدر قرار دارد. هند، کره شمالی و آمریکا نیز نیروهای انسانی عظیمی دارند. ایران با 610,000 نیروی فعال یکی از ارتش‌های پرجمعیت منطقه است. اگه از این نوع مقایسه‌ها خوشت اومد، حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن و حتما توی کامنت ها بنویس به نظرت کدوم کشور در آینده قدرتمندتر میشه؟ ممنون که تا آخر ویدیو همراه بودی.